برای شما را چه میگو حج نگارو؟ بعد همین سعدی میگشت میگفت که برای ما بنا. همین سعدی بود. در خونه اپا ما تک 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 خورده کردیم در شب خونه اکما. بعد سعدی تا هم وقتی هم خیلی بیایم خیلی قدیما گپ زدم. بعد من این فکر میکنم که گوش کنی برادرو ببینم تیم را دیگه. سعدی اونی زن میزنه خواهش میکنه که شما را قبول کنم. امسال سالی گوی سالی دو چلاوی من فخردین سین عبدالرحمن ما همین رو بقبم خود چه در میتر من یادم ما دختر دیگر در کمپانی گرفتیم برای در هم برنامه کشون برندگی کنمایلی доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарқ бешавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه‌های حجوی کانال تاجیکان گروپ. برنامه نوبتی 10 شرط از تقدیم شما با اشتراک حجوی‌نگار شناخته فخرالدین عربشاه اینچنین قیطرمه. خوش آمدید به برنامه. رحمت تشکر زیاد. و با درخواست زیادی خود شما بار دوم است که فخرالدین عربشاه در برنامه 10 شرط شرکت می‌ورزد و باوری دارم که کوشش میکنند که شرط های ما را با پرگی اجرا کنند و شما از شرط برنامه ما آگاه هستید. شرط نیست که دوباره به شما ما فهمانیم، فقط همین که اگر غالب برآمدید از جانب برنامه ما 200 سومانی به شما تحفه کرده می شود. اگر نتوانستید از گرفتن مبلغ محروم میشید. تو میدونید در اسپان. بله. و آماده باشید اگر برنامه رو شروع میکنیم. مادش. مرحمت. با ما خیلی کم کرد رمضان تو مرا برنامه چی دفعه رو کردستی با چهره آشنا. با چهره آشنا که گفتم که همون گپ ما را گرفتی 20 شرط تاش کردی. 20 شرط. هر 10 شرط برنامه گذاشته بود 10 شرط برنامه نه خود 20 شرط. 20 سوال دیگه با دربارش گفتن گفتم. سومی بسیار و منیجر قید کرد که گفت کو اگه فخردین سوم بسیار لحظه ببینم میگه اسم باشم سوم را در وقت کریزیس پولا ما دوست می‌دارم. مرحمت. یک خیر. شروع میکنیم. شرط اول رو شدن قطعه رو هم بله سر کنم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بالا بگیریم آقا. از اون طرف شو میگیریم. میترسی از این طرف. با میگم که من برم دارم گربی تاجیکستان. نه که عبدالرحمن با فکرم همین برنامه از بسیار برنامه رو من تماشا میکنم. بعد هم با یکم همین قطعه من در برنامه شما دیگه بودم. دیگرها اما دوست دیدن. نمیدونم که من یکم بار در این برنامه شما دیدم 10 شرط تا که شما قطعی بردنوک داشتین. یکم بسیار شده برنامه قطعی. بسیار کانال دا بسیار. خیلی اگر بو کاروبکا کنیم کاردون کنیم دیگه میزیم قطعی مورد دیدم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. همین فرقش داریم چیه که شما بوری اول سر کدام دین با فرقش همین که شما گیر بی تاجیکستان قطعی پرچم نه نشانش قطعی هم جگرفته کن. آن همیش بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم میگیریم سر میکنیم. برای که خدا اینویه همدانی یک تزگویه که شوخ گویه. تزگویه که شوخ. تزگویه شوخ. شیشه شفاف شکوف شیشه شفاف شکوف شیشه شفاف شکوف شیشه شفاف شکوف خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کرد خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کرد خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کرد خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کرد کیفایه است همون شیشه که جوره شیشه شفاف شکوف شیشه شفاف شکوف شیشه شفاف شکوف شش جوره شیشه شفاف شکوف شکوف آن شکوفتن بزه بینه که برای ما شرط دیم رو میگیریم. شما ترسیدش
از بالا گرفته استاده میترسید از این طرف. نه ما گمان کردم عبدالرحمن جون که او یکم بارش در مثال که آسان بود با ایش تقلید کوشه تقلید خیلی کم تر آسان بود ایش گفتم که این بارش با برخواست نکرده باشی با پخش مستقیم داری جامعه افیر با عبدالرحمن شاید گذاری که آن رو اجرا کنه. آها عبدالرحمن جون خودت هم پریامو افیر دوری در اینجا در کانال خودت هم با در کانال تاجیکان گروپ هم برنامه دهشته در دوری انا میگی که یک چی را بگو که اجرا کنم گفتی سعی نه که با عبدالرحمن یک بانان نتی با که بسیار نرمندو قصد دارن مده که اما میگه بانان خروندی و در گم برنامه دخته بانان میتی نه بانان هم بیایم خمونی برای میخیمون در خونه بود قیمتش در بانان 4 سومون 4.5 سوم اما اروا هم قیمت فروختی سیوز اون بانان شگون جوایی کنم ما که برای اختیار چی شرط بگذارم برای عبدالرحمن بعضی مهمونا ما امکان میدیم که اگه شرط گذارن من اجرا میخوام که یک سرود از استاد طالب عبدالله بخونی. سرود بخونم؟ یک سرود خوب بخونی برای که در آوازخوانی هم تو بسیار آواز خوب داری بعد استخوان هم نداری در خوندن سرود. خیلی فقط برای مخلصات هم میخونی برای مرا که آوازم از دغل شده کم تا گریب کرتق دردم یکون شرط دیگه هم بونی دغل شده تای بغل شده که بخونی بس سرود بخونم میشه شرط ما همین. کدام سرود چه بخونم؟ کدام سرود چه بخونم؟ همه سروداشو قریب میدونم. یک سروده که خیلی بیشتر مثلا دوستش میداری یا که یک سروده که مثلا سروده استاد طالب عبدالله را بسیار دشوار از خواندن. هر هنرمند نمیتونه خونده. صدای من تماما به صدای استاد مانند نیست لیکن کوشش میکنم. 4 مصرع. استاد مای همدانیه نه؟ بله. تمام. شامی عروسی تو شامی جدایی ما در صوت یار و یاران ناشنایی ما شامی عروسی تو شامی جدایی ما در صوت یار و یاران ناشنایی ما زنده باشه عبدالرحمن جان خوش اومدی به برنامه دهشته یک قطیره توی سلامت باشید برنامه شرط دیگر رو میبینید شرط دیگر او درباره خود با زبان ازبکی کمی معلومات دی درباره خود با زبان ازبکی کمی معلومات دی انا سلام علیکم yaxshimisiz yaxshi ana men Faxriddin sen Abdurahmon men arabcha kompaniya qaytarmasi asta o'zi chilosin ana qayerga borasan کجا هستی؟ نمیدونن ازبکی را از جای شنیدم که شما زبان ازبکی را میدونه ازبکا بلمایسن نه ازبکا میگه اوقات کراچی بلمایمن کم ده کراچی کم میدونید تمام هم نام تا گفتی و من فخردین sen Abdurahmon گروه عرب شو ازبکچی که bilmayman سلامت باشید مرامت یا شخمت کردی صوف با از جاش بگی شخمت شد یا سمالیوت میکنیم بزی بسم الله ازبکی بلند خونه ایش ما نمیخونم برای چی نمیخونم؟ من یگون وقت زنگم نمیزنم اگه برنامه نیروب نیست که درش بتی یا زنگم نمیزنم گپم نه من همه ادامه که حضیم جنسیگه که من برنامه که
برای من که نیست برنامه میرفت زجگل که در میتن خیلی گلدونه در یا برنامه کرتش در داد کو ما همین رو بقبم خود چه در میتم من یادم کوبی هموندم که من بخونمش در میتم با منیجه عرب شو زنگ زده از او خواهش رو ما خود چه در میتم و نزد شما برگرده نه علم داری زنگ نمیزنی برای چی زنگ بزنم علم دارم گم میزنم هنر داشتم گرفتنه فهمیدی زنگ نمیزنی نه باش ما بوی میتین 100 سوم من شوخ ما زنگ نمیزنم من یا من از گله بدین زنگ بزنم در بسیار برنامه دیگه میگه در دیگه شرط باید من همین زنگ بزنم زن شما منیجه میترسم همین قوامش من میترسم ما زنگ نمیزنم برای که میگن زنگ زد کوری کرد که زنگ زد از همون وقت جدا شدین دیگه زنگ نزن برای که وقتی در SMS ها که در چیزا نویسگی که اکا هر کس پای کوری خودشون شوند هر کس با کوری خودشون خیلی نخواهید زنگ نزنید من شرط دیگر رو گفته که غیر منیجه دیگر نفر باشه زنگ میزنیم کنی میبینیم که شما زنگ میزنید از گله بگیم بزن میبینیم کنی که با زنگ میزنه به دیگر کس بلند خونه برابر کانال نیک پرو زنگ زده به او گفت که اگر معاش شما رو زیاد نکند دیگر در کانالش صحنه‌چه و برنامه نمیکنید چند روز سید روبر نیک پرو تلفن مرا نبرداشتی سید نه SMS من میخونم چی بعضی هم جدا شدیم نمیدونم ما 20 صحنه کردگی بودیم خیلی شید صحنه‌چه ما در کانال نیک پروداکشن نرفته سه هم خیلی ایستاده میگه اکم منتاجیستم نیست منتاجیستم برآمده برفته خیلی بسیار بهانه خوب است خیلی چیز زنگ زده بسیار بهانه خوب است یک زنگ زده سنجید برای که من زنگ میزنم چند بار نمیبردم یکی تلفن شما رو نگرفت ما اینجا با تلفن خودمون زنگ میزنه ممکن از ما رو برداره یکی شما نمیگین که در برنامه تمام آره که برنامه ما این سخته کاری نیست ما هم خیلی گفتی همون گپا یکی زنگ میزنی ناگهانی یک قدر کفتیش ردنوی نستگیش با ردنوی دونگی تلفن تو نگیره اوی بی چرا پلو دموندگی بودم علامت فخرالدین عربشو با کانال نیک پروداکشن که این زمان با او فعالیت میکند از روی شکایت‌هایش که صحنه‌چه‌هایش رو در سایتش نپرداخته است زنگ میزند میگوید که اگر معاش زیاد نکند Берун от منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. Оператор абонента выключен или находится اخی ردنوی واسه نوستگی یعنی قما است اخینه 3 تا 56 салом алайкум бародаро салом алайкум ба ҳама тамошобинон инак як конкурсиро мо реклама мекунем ки ба фикр михали конкурсҳоли набуд дар канали джекпот як конкурсе мегзарад ки бо ҳамроҳии канали тоҷикон медиа ва тоҷикон груп ва албатта канали марио оригинал мо хостем ки ин конкурса ҳама каса бигзаронем бародаро дар ин конкурси мо ҳастай кемри dsк кемри 1 ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа хечбеки тайёр танировка кардаги ништияги бад опел караван астраҷиай ва дути объёмни сечка Mercedes H-ка. Вано гуфта намуна бародаро ки кадоме ки билети бисёр мехара инами хечбек туфаш карда мешавад. И барои ҷои аввалай. Ҷои дуюм боша касе ки дар ҷои дуюм билети бисёр мехара ё ки iPhone 12 ё ки $1,500 туфаш карда мешавад. Ва бародарои азиз ба ғайр ай туфаҳои мо 40 та конверти 5000 рублаю, 30 та конверти 1000 сомона. Мо қариб ки ними билетҳоро аллакай фурӯхтем. Ҳамаги 3000 дона билет ай. Манар ки билет боша 1000 рубл. Шумо метавонед ба 1000 рубл соҳиби яке ай туфаҳои қимати мо гардед. Конкурс дар канали джекпот мегзарад ва бо ҳамроҳии тоҷикон груп ва тоҷикон медиа албатта марио оригинал зинда боша бародаро бахтона бисанҷен шояд соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед каро агар бар саҳначора напартои ина дар телефон гуфтест дар телефон бата да занг бизам саволам таре бад ку ам саволам хеле бад савол чи хеле бад агар маоштон азият накунам майли маош майли маош охи маош дар кисаҳошо ки дар тай пош барои саҳначора нишон бата монтаж кунам кӯли ба шинидани ман монтажист гирехта рафта агар накуна чи
اگر نکنه ما هم نمیکنیم نمیکنیم هم چون کجا میره بو؟ خب خالصا گری طرفه کجا میره این دو در حقیقت باید روسیه برم یعنی برام خب برنامه ته اومد برنامه شرط دیگرم کتیور هم را شخمت کرده دیدم اوره هم برای شخمت کرده تا گفتیم نه که برای کی گفتین که منیجر من باور که زنگ نمیزنم ادرام اونجا برای که در اس ام اسش گفته که اکاجون هر که برای خودش بره حتی در یک کانسر و خورده بودین ادرام اونجا در اون کانسر اومد همین دم خیلی استاد سلام علیکم سوزن تینجن استاد گفتم میشه که بعد جا غریب شو با گفت که ها اینجا استاد میگوی دیگه جدا دیگه چیه سینش با هم تری گفت برام همین مو زنگ نزنم خدا برسم برد واقعشون سبب از شما جدا شدن منیجر رو با مخلصان فهمونید سبب از شما جدا شدن منیجر رو با مخلصان فهمونید با منیجر این سبب شد اصالش نمی‌قطعی منیجر این سبب شد انا هم کانال تجگون گروه خودش میدونه خیلی مخلصان بسیار رفیق همه پرسن که روز شحقیقت بگه من دارم خیلی می نیستن که چی باید برامدک چی برفتک شاید مثال یکون مشکلی دیگه داشت ولی با ما حیرانم که چی بود در کانال سعدیشون خیلی هشتید با بازی نکرد دیسته حیرانم گفتم که خیلی من از روی بعضی اوضاع ها بیو که از اونها هم جدا شده است بعضی اوضاع که با هم جدا شده خیلی با یک از گفت که بیمار بوده در بدن ما هم بیمار بوده در همون خطی ما هم بود بیمار بود اونجا هم خیلی گفتم بیماره خیلی 3 ماه زمستان بود فقط او بیمار بود نه زمستان گذشت ایشالا بهار ده میشکفان بود سر میشم ای سر میشن من نیجای نام میشم سبب شنه گفتی نکی سببش چی سببش من گفتن حفیظه میشم من از شما مای ینور بوده حتی پیش از این بود حفیظه میشم گفته باشه جدا شدگی بود تو ما ندیدیم یکون سرود برآورده باشه خیلی برای سرود قرود در کره چکه در کره سفیدی بسیار در کره داخل سوزک در کره سوزکش خیلی دلاره و قرود چه نفهمیدم قرود سفیدی در سفیدی دستی اوهانگسوز هم ایتی سفیدی دستی شیرنویست هم ایتی سفیدی دستی برنامه سوز هم ایتی بعد تو دیگه سرود یک روز من نظیر میبینه که خطی ما دوید میخونه میبره کلیپش شاید برای که او گفتم که یا با گفته سکرت کار کردیستی مادرش هم سرود میخوام ممکن بخونه اگه تو هم قدی سرود میخونی که آخران همه گلدونه بودم قدی میخونم باید یا که نه دلدونه قدی دلدونه خودش پیشنهاد کرد نه پیشنهاد نکرد نه خوب اومده بسیار خیلی شرط دیگر هم میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم با فاطمه عربشو زنگ زده به او گوید که از او جدا میشوید و به جای او یک دختر نو یافتید که در صحنه‌چه بعد بازی میکند فکر میگن که فاطمه تلفنش هم میبرداره اگر زنگ زنه نمیدونم اگر در خاطر تو باشه با شما در برنامه زنگ زده بود من در زنگ زده بود گفته بود که کار بحث میکنه نه در حقیقت من کو من گروپ میاد من در حقیقت کو با خدا دارم برنامه من میدونم که جبدم قطعی در امانات بانک 24 ساعته کو دارم قطعی هم بچه‌وش اخرانوی دارن کو پستمونو قطعی هم جایی که دیدن یک ده هم سیمفون بوده هم بعد چخچخ استفاده که یکی زنگ زدن گفتن ای مو خبر میبرد بیاتش خیلی اول شرکت میگافون نمیسگه اول گفت شرکت میگافون بردار تلفن تا گفتم چی میگفته باشه خیلی اگه پریزه گفتم اگه جو پریزه یکی گفتم دیدی پریزه سورپریزه این پریزه سورپریزه حرامت فخردین عرب با فاطمه زنگ میزند فاطمه برنگو یک دمان نگو که در برنامه هستی مایلش نمیگم در برنامه هستم نگی او فاطمه بو مورایی که فس نمیگه خیلی موره شرکت میگافون نوشته است فاطمه را برای چی؟ هم بچه گفتن که شرکت آخه میگافون کار میکنه میگافون خودش بسیار گم میزنه ایره هموز چیزش بسیاره مخلصای اینستاگرامش همین جواب هم طوری میکنه مشتری دعوت شونده جواب
لورم تر میکنم بر میبرنشون کنیم حربی جای اکشی جای چی میگن؟ اون کار میکنن چی میگن اورا؟ نمیدونم لورا چیزی میگن کو چی؟ بوتکس ترمیکس فرویکس کی امی میدونن اونجا چند لیتر اودر تلا میکن در دروی لاو یکون توش میبره الو فاطمه هم تلفنش نمیگه ای هم نمیگه ای ام بوتکس کی سیدنش بوتکس کی فاطمه جون نمیدونم کنی بیو مزن زدن چی؟ حالا تو زنگ میزن میگه در حقیقت دیگه داره بر من خدم امرو قموی میگفون شش مودم بله همه هم فاطمه عرب شد او زدانه کورا دیدی قموش عرب شدی نه نیم میلیون شید باور نه گفتی شما که یعنی که جای همون بوتکس کدیسه خیلی دیرتر بزنگ میزنه نه این گفته بود که دو روز پیش قطیما گپ زد گفت که اکا گو من خونه میرم اگر یکون برنامه یکون شونکه نداشته باشم گفت من خونه میرم گفتم که برنامه 10 شهر تا گذروندی گفت رحیم دا گذروندی برنامه سیروی نگفته تا گذروندی انا مودگی سیرو تا بر درها خونت پیش اوتا اوچه تا بگو فرخورده بگو گفت که اکا فرخور میرم گفت پدرم گفت قطعی مادرم دعوت کردیسن که بیو یادت کردیم میرم گفتد چی میکنم خویم گفت بینگو یکون روز میمونشین در فرخور با این پیش گفت خونکی و قطعی با شینوسین گفتم خیلی با شینوسین بسه کو نگو خیلی بیو اگر فراتونا با بیو این گفت برادرم میو گفت ایرسیه گفتیم که خیلی مایلش هیچ گم نه اگر یکون کور باشه گفت زنگ بزنید من گفتم که میوم در کلوب کلیپ میکنم گویا که همون طرفو در میوم و یاد من 2 روز پیش زنگ زده بود برایم برنامه تا گپ زدم قطعیش چی بعد برنامه مرا زنگ زدی گفتم برنامه به تو تلفن گرفتم دیگه شرط می‌بینی میگیری ولو وسطی اونی زنگ زده از او پرسید اگر شما به نزد آنها راوید به گروهتان شما را قبول میکنن اسدی اونی زنگ میزنه خواهش میکنه که شما را قبول کنم با بنز اونو برق کرده ای سعدی دا زنگ زدن دا بیو کوفی شیروزی دا زنگ زدن این سوال تا معقول نشد در درم اونجا برای چی؟ همین در کجا یک چیز جالب است مخلصان میخوام فهمن شما زنگ میزنید مخلصان میدونی چی میفهمن میگه که او دلش خواست خودش هم دا زنگ بزنه خیلی شما زنگ میزنه مخلصان متبوار نمیتن که ایره عبدالرحمن یک نرسته ای سوالا که کامو چی جو میگه شما زنگ میزنین صحبت میکنین بعد میگین که در برنامه هست اوجا من میفهمم نه اوجا منجشید اوجا سعدیشید اوجا بکشید خیلی فاطمه مالی فاطمه مسوقت اوجا منجشید اوجا سعدیشید میگه که اینجا چی گپی هسته یا چی کارو کردیست نباید یک کار کنن هم خیلی یک کار کنن برای اینکه بیا زنگ نزنیم اولا میترسین نه زنگ نزنیم چی با زنگش میزنیم برای میگه که نگو زنگ بزن خیلی در برنامه بویا سوال هسته میگه که سوالی هسته که بیام من در مرا بیام در کمپانی مرا میگیری او بیان ما بگیرم چون در من پوزیشن من از هندی آمونی نازی فخردین قیتر چقلی سالی 1998 99 2000 2001 2002 2003 2004 تا حاضر فخردین میگفتین در خونه اپا ما تک 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 خورده کردیم در شبکه خونه اکما بعد سعدی تا هم وقتی هم خیلی بیایم خیلی قدیما گپ زدم انا خیلی باید بیایم که همین بعدی نبودم در برنامه مثال نه قطع قربان نگمت مثال دعوت کردن بعد انا خیلی بیام میگن که همه میگن که همون بچه که کلوبی قطعی زور بازی میکنه یابانی قطعی هم بچه کلوبی زور بازی میکنه انا گپا رو حوزی بیا بگم برای که از نیگو که عبدالرحمن جون یک 30 نفر عرب شو کمپانیش دی کسی هم ببین عرب شو کمپانی اون روز تاکسی سدیدم این نمی روزه سلام علیکم خیلی اکنه که هم ما رو میگه تو سعدی نمونندی گفتم ها کدومیتون ما نمونندیم بعد همتون مونندی نمونده برنامه شرط دیگر رو میبینیم بعد باز یک گلده با فاطمه در بعد زنگ میزن
یک لطیفه شوخ نقل کنید. یک لطیفه شوخ. لطیفه شوخ چی بگم؟ بیا دو لطیفه بگم. مرحبا. جای نمو کشونده. جبران نکردم. جبران آخه چیه ایوز به گفتن که اولت یکم چه میگم. بانان سیو چهارمغز جشتگی چقچق دارن بعد انسانیت گم میزنن بعد با چهارمغز میگرده میگه که من آدمو دا میگه مایل خوردنشون میگه با درجه ما میدونی در درجه در کرم در میجوز یعنی آدمو که با همه دا میگه مردکو دا بسیار در کرم میگه بو میگه در همه آدمو میگه مرا هم خیلی نگاه میکنن میدونی من چی دا مونندی دارم ماینه سری آدمو دا میگه مونندی دارم خیلی هوت ماینه سری آدمو دا مونندی دارم میگه سیو میگه مایل ماینه سری آدمو میگه میدونی من در چی مونندی دارم میگه من در دلی آدمو مونندی دارم سیو میگه بعد بنانی خیلی فکر میکنم میگه گوش کنی برادرو بینم تیم را دیگه کنم بعد بینم تیم را دیگه کنم انا یه دیگه با چی بگم من خیلی بچه بگه بعد بگه کدام میبرم میره انا یاد سودین وقتی ریتینگو شد ریتینگ میگه نه شما استودین میسازه کمیسکی نیستود میگه که انا زیغ شتاگی باید که میام پیش زوپارد اسمیرا باید که دایرکت زوپاردم سراسمان بیام میگه که ای بچه نگوش میکنم میگه چی میکنی جام میگه هیچی میگه استودنتی میگه رنگم و میگه استودنت میگه معلم ایم کتابی تاییدست پاپکای تاییدست میگه میگه چی بازیقی میگه که خودت چیکارایی جام میگه ما دایرکترم زوپاردم میگه چی کنم ریتینگم سرجده میگه ده ساتسمم در کره بعدم ده ساتسم بته میگه ده ریتینگم بگیرم بعد میگه گوش که میگه انا امروز کمیسی میگه تن امروز میگه رولی میمون بازی میکنی انا ما میمونم نه ده سیروسی مرد میگه انا میدونم شما ده مشکلی میشه میگه انا رول میمونا که بازی کردی میگه ما چی میکنم ترت ساتسمون میتم بعد میگه اول بته بعد خیلی ساتسم میتم بعد میبروه فرمای میمون نمیشونش دوری کلیک کمی درورش بعد دوری کلیک کردش دیگه بعد خام اجرا چی میکنن بعد همین کمیسی میگه کوزاق خیلی میمون میگه بسیار با تیز آدم درون میشن میگه امروز خیلی میمون در نایمجون سایدلست که یا میمون روم شده گیشه خیلی میمون باید وقت فخردین مالک داشت بعد میگه آدم در روم میشن میگه بعد هم خیلی میام میمون هم خیلی نگاه میکنم خیلی چی میکنه بعد میگه دایرکتر میگه میمون کو کلیدکای شیر دا بدروره وقتی میمون خیلی سودنت داره در کلیدکای شیر میدرونن دیگه این دیوونه میشه ولی خیلی سرخ خیلی طرف شد دیگه خودم تو چیکار میکنه و بجا کلیدکای شیر را کی شیر در تلویزیون ببینی ولی کنم میگن که شیر زورترین حیوان است میگه تلخه در کای میکفام میدرو روش خودش میدو تای پای شیر را چور زور میزنه اکای شیر هم تو دیگه اکای شیر بخرم تا التیموس اکای شیر جون التیموس مارا نخ نگاه که ما میمون نیست ما سودنت میگه شیر میگه گوشه خب میگه ما رنگی تو سودنت برای دستات نمیجام اگر شما را خیلی سر سامان چند میره رولی میمون بازی میکنه اخنم جو بارد میمون من درون دستیم 20 شهر شیده لکن در بسیار باور اگه داو کنید که شعرش سعدی باشه میمونش باشه کی میگه یا که میمونش منیجر باشه و شعرش تو باشه چی میشیده باشه او خبر هم زوپارگا چپا میکنن مرحبا سپانسرامون میفتن که یک سپانسروی چی داشتیم ده خیلی سپانسرها بودن که همون وقتا در مبلغ چی میکردن میدادن میگفت که نه استخونه حفیظه های برای شما را چه میگفت حج نگاه رو بعد همین سعدی میگشت میگفت که برای ما بانم همین سعدی بود میگفت این سالی گوای سالی دو چلاوای در خاندانی تاجی مسکو قروتاوای چی فتح مسکو قروتاوای با آواز گو و بوز تقلید کنید من گو ذاتی نمیتونیم آواز گو خدید بس چه
عبدالرحمن قطعی بوزیود مگهشنم با قطعی تر تعریف کرد تو نوم قطعی تا بدون چی مونیم برموده 10 شهر نه قطعی های سهرناک اینه من بعد من انیدو دیگستگیم پشیمونشم ایزوپارک در حیوانای خونگی زدیم در ایزوپارک در حیوانای خونگی زدیم رحمت سلامت باشی برادر جون خیلی بوینا باید برگه من فاطمه در زنگ میزم نه که زنده باشی که فخرالدین او برادر همین در آخر برنامه برای او نگفتی برای دیگرانی که خیلی برای فاطمه زنگ بزنم چون که همکاری کردیم همکاری کردیم قطعیش اگر هفته فاطمه نه شما جدا شما چی کار میکنی؟ من امیر گفتم که آخرون نام تی بعد دیگه دختر نمیگیریم نه بچه کار میکنی؟ دختر میگیریم مهراج جشن بو برخنه اگه فاطمه هم برو نه گوش میخله بعد دیگه نو دختر میگیریم گفت که بعدی فاطمه دیگه دختر نمیگیرین کاری کردم گفتم نو دختر میگیریم جشن بو میمونی نگیری خطا بگو بعدی فاطمه دختر نمیگیریم بگو زن میگیرم نیوه بکشش نمیگیره نگیریم کرفون بسیار گم میزنه خد دختری فاطمه خواه که ها؟ فاطمه خواه تو کی؟ تمنا ای وای تمنا چوکاده بفرای درس رفته بود خواه خیلی خیسته که خوش بگو که اکی فخرین گفت که ما دختر دیگر در کمپانی گرفتیم برای در هم برنامه کشون برندگی که نمایدی تاجیکان گروپ در برنامه تاجیکان گروپ های کیه کانالی گروپ های تاجیک های نمیدونم خواه پس خواه درس اومد؟ خیلی تریش بگو خیلی خوش بخیزه بگو که با خوب کنه ای خوش بخیزه بگوش با خوب کنه برنامه 10 شرطه بود سلامش بگو مایله سلامت باشه زنده باشه در فخرالدین تشکر میگویم با شما که کوشش نمودید که شرط های ما رو پرانه قسمان اجرا کردیم متاسفانه 2 شرط اساسی که با شما گذاشته شده بود با سعدی یابانی و منیژه بونو از گروه عربشو زنگ زده ولی شما زنگ نزدید باور کنید تو زنگ نمیزنم خیلی فاطمه خوب بوده فاطمه خوب بوده طریقی بر من یک پرام تلفنش خاموش بود نگرید لیکن طریق کامera با او مراجعت کرده تشکر میگویم با شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید با وجود اونه که بعد 2 شرط شما 2 شرط رو اجرا نکردید اما شرط های آخر رو خیلی با مهارت بلند اجرا کردید خیلی خندیدیم در واقع هم میمونای وحشی حیوانای وحشی بگو هم حیوانای خانگی بله از این خاطر از جانب برنامه ما با شما 200 سومونی توفا کرده میشه من با مخلصان نگم که پول ندادیم نه برادر عزیز این برنامه هم خیلی فقط همین میاد 200 سومون توفا میکن میره اینا با امروز اومدم اما انیکدوت گفتمشون اما انیکدوت 200 سومره نه 200 سومره اگر همونجا ما 400 سوم گفتم ممکن 400 سومش بکردم سلامت باشه سلامت باشه بینندگان عزیز مهمانی برنامه 10 شرط بودن حجم نگار شناخته از گروه عربشو کمپانیا فخرالدین عربشو خیر تا برنامه های دیگر سلامت و موفق باشید Audio Jungle.